یه صبح قشنگ دیگه از راه رسیده. من ملیحه‌ام و اومدم که همراهیت کنم آروم و با حال خوب از خواب بیدار بشی. اما عجله‌ای نداریم که به این زودی چشمای قشنگت رو باز کنی، چون قراره با هم به یک ماجراجویی رویایی با یک تک شاخ رنگین کمانی بریم. خورشید تازه داره از پشت کوه‌ها بالا میاد و نور طلاییش کم کم روی زمین پهن میشه. صبح آروم و قشنگیه. بهترین زمان برای شروع یه سفر جادویی. پس اگه آماده ای چشمای قشنگت رو بسته نگه دار و یه نفس عمیق بکش. دم، بازدم، آروم و عمیق. عالیه. حس کن با هر نفسی که میکشی بدنت سبکتر و سرحالتر میشه. کم کم انگار یه موج گرم و لطیف داره از نوک انگشتای پاهات تا سرت بالا میاد و پر از حس خوب میشی. حالا که کاملا آماده ای، یهو یه نور رنگین کمانی جلوت ظاهر میشه. این نور مثل یک مسیر جادوییه که مستقیم به سرزمین تکشاخ‌ها میره. این یه دعوت خاص فقط برای توه. پس با لبخندی روی لب توی مسیر رنگین کمانی قدم بذار. انگار داری توی هوا شناور میشی. نورهای قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و بنفش دورت میچرخن و حس فوق‌العاده‌ای بهت میدن. بعد از یک سفر کوتاه و پر از هیجان، یهو به یک دشت سرسبز پر از گل‌های رنگارنگ و رودخونه‌ای زلال میرسی. اینجا همون سرزمین جادوییه که فقط آدمای خاص میتونن پیداش کنن. یه صدای آروم و دوست داشتنی توجهت رو جلب میکنه. وای، یه تکشاخ قشنگ با یال و دم رنگین کمانی درست روبروت ایستاده و با چشمای مهربونش بهت نگاه میکنه. اون جلو میاد و با صدای آرامش بخشی بهت میگه خوش اومدی. تو یه ماجراجوی خاصی و قرار امروز دنیای جادویی خودمون رو بهت نشون بدم. اون ازت میخواد که سوارش بشی. پس تو هم با هیجان پیشنهادش رو میپذیری و سوارش میشی و پرواز میکنی. باد خنک صبحگاهی
صورتت رو نوازش میده. ابرای سفید توی آسمون رو از نزدیک لمس میکنی و از بالا دشت‌های پر از گل و درخت‌های بلند رو میبینی. واقعا لذت بخشه. تکشاخ تو رو به یک دره مخفی میبره. جایی که یک آبشار طلایی از دل کوه بیرون میریزه و قطره‌هاش مثل الماس میدرخشن. کنار این آبشار در ورودی یک غار جادوییه. غاری که فقط با یک کلمه خاص باز میشه. تکشاخ با لبخند میگه حالا نوبت توه. یک کلمه جادویی بگو. پس تو یک کلمه پر از عشق و شادی رو انتخاب میکنی. وای، در غار باز میشه و نور درخشانی از توش بیرون میزنه. وقتی با هم وارد غار میشین میبینی دیوارهاش با کریستال‌های رنگی پوشیده شدن و همه جا پر از انرژی مثبت و شادیه. تکشاخ بهت میگه اینجا یه جای ویژه است. اینجا میتونی هر آرزویی رو که داری تصور کنی و بذاری که این نورهای جادویی بهش قدرت بدن. پس چشماتو میبندی. دستتو روی یک کریستال درخشان میذاری و از ته قلبت یه آرزوی قشنگ میکنی. یهو یه انرژی قوی از کریستال به سمتت میاد. دورت میپیچه و یه حس شیرین و امید بخش توی دلت میشینه. طوری که حس میکنی آرزوت داره کم کم به واقعیت تبدیل میشه. تکشاخ با لبخند میگه عالیه. حالا دیگه تو آماده ای که یه روز پر از شادی و ماجراجویی رو شروع کنی. با این حس قشنگ دوباره سوار تکشاخ میشی و تو رو از غار بیرون میبره. نور خورشید حالا قوی تر شده. پرنده ها آواز میخونن و دنیای جادویی تکشاخ ها با زیبایی تمام روبروته. تکشاخ در آخر بهت یادآوری میکنه تو خاص و فوق‌العاده‌ای. امروز هر کاری قراره انجام بدی با قدرت و انرژی انجامش بده. تو میتونی. و با این جمله های قشنگ کم کم حس میکنی که وقتشه چشمای قشنگت رو باز کنی و یه روز پر از ماجراجویی رو شروع کنی. بزن بریم قهرمان کوچولو. امروز قراره واسط فوق‌العاده باشه.
کنی.